تونه گفته که 90 چند درصد ما مسلمان داریم در تاجیکستان. مسلمان همون نفری است که نماز میخونه، روزه میگیرد، مسجد میروه، حج میروه، زکات میتیه. آن اینه مسلمان. مسلمان تنها این نیست که تو بگو که من پدرم مسلمانای، ای پدرم میراث موندگی، این مسلمانی نیست. مسلمانی باید عمل بکنی که تو مسلمانی. وقتی تو نماز نخونی، روزه نگیری، صدقه نکنی، حج نری، تو گجات مسلمانی. ولی میگن که در تاجیکستان 90 چند درصد مسلمانای. نه، اگر ما 90 چند درصد مسلمان میشدیم، همون وقتی که مسجد ایشان نوردین بستن، همون چه مردم میخیست یگان کار میکرد. نه برادر عزیز، ما را ای دوری بله میکنن، ملاهامون هم همتا کردن، آمیامون هم همتا کردن، فکر کردن که ما طرفدار داریم، نه که در اصل خنه بوده است. این آدما پیشواهای دین، این عالما را آوردن چاپلوس کردن، خدمت کردن، اون خدمتاتو قدر کرده میشه و نه که امروز ها اومده دیگه خاموشی را گرفته کو. بخدار کو شما را خداوند ایروی همین دین نصرت داد، آبروتون داد، خانتون داد، دسیزنیتون داد. همین دین بود که شما با آبرو بوده در بین مردم. این دین بره کو شما خور ذلیل میشه. بخدا دانسته بگیره که این دین اگر بره ای بین کو شما خور ذلیل میشه. خب برادران گرامی قدر، اینجا چند نفرها هست، اگر آماده باشه برادران عزیز صحبت میکنیم. خب اینجا یک نفر هست در استودیو، قبولش می‌کنیم. خب و علیکم السلام. خوش آمده برادر عزیز در برنامه. زنده و سلامت باشین برادر. خوب هستین؟ تنسیت هستین؟ تشکر. زنده و سلامت باشین. واقعا شما چیزی را که در اینجا بیان کردین یک درد تمام ملت مردم تاجیکستان است که این رژیمی که موجود است متاسفانه هیچ آزادی به مردم نمیتید و همین آزادیایی که موجود است همینا را از هم میگیرد و وابسته به همه اهمیت دوز از مخالفای امروز باز هم اعتماد باوری دارند که میشود به رحمانوف یگان نقشه و یگان برنامه گفتگو را آماده ساخت و با او رفت نشست و صحبت کرد و میشود یک تاجیکستانی با رحمانوف داشت، چیزی که تقریبا 99 و 100% که هیچ امکانش وجود نداره که با حکومت دیکتاتوری یعنی با خود امام علی رحمانوف صحبت کرد. من نمیگم که حالا دیگه شاخه‌های حاکمیت، اگر که ما نگاه کنیم به این یک هفته آخر که یک مادر که فرزندی مثلا 8 ماهه دارد و فرزند شیرخوار است، او را میبرن به 8 سال زندان میکنن و اگر که ما بگیم که خب رحمانوف پسیده است و با دیگه شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد، با کدام شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد وقتی فرزندی که مثلا 8 ماهه است مادرش زندان میشود و او بدون شیخری میماند و بدونی مثلا همون کسی که او را شب خوابش میکنه قرار میگیره، میشه اعتماد کرد که در این حکومت یگان وجدانی بیدار موجود است. کدام وجدان وجود داره که وقتی که مادر میره زندان میشه فرزند 8 ماهه داشته باشه؟ پس با چنین حکومت گفتگو کردن امکان داره، نقشه را پیشنهاد کردن وجود داره که یک نفری هست دیلش با این ملت با این وطن میسوزه حکومت امروزه و با او میشه گفتگو کرد. اینم اگر غیر رحمانوف اگر کسی دیگر موجود می بود امروز حد امکان سر راهی همین نقاط همین چیز را میگرفت که همین مادر فرزندی 8 ساله را مادرش زندان نمیشید. یا اینکه نمونه دیگر شاکر جان حکیموف پروفسور، یه انسان میدونه که در دیگر کشورها برای اینها چقدر مبلغ میتین که اینها سرمایه گذار مثلا در مالزیا به خاطر جلب کردن دانشجوهای خارجی که سرمایه گذاری بیشتر شوه رفتن از امریکا از انگلیس از کشورهای اروپایی برای یک معلم $10,000 پیشنهاد کردن که شما بیایید ما برای شما $10,000 معاش میتیم در دانشگاه ما درس بدید.
تا اینه که ما بتونیم سرمایه خارجی را جلب کنیم، دیگه دانشگاه‌های ما نفوذ پیدا کنن در عرصه بین المللی، خارجی بیاد در اینجا تحصیل کنن. پروفسور ما که میتونه چونین کتابای بقوت و درس بتیه مردم علم بتیه میروند 27 30 زندانش میکنن. پس با کدام وجدانی بیدار میشوه گفتگو کرد؟ با کی میشوه صحبت کرد؟ نمیشود با اعتماد باور کرد با چونین اشخاصی که هیچ وجدان انسانی و بیداری و خودآگاهی ملی ندارند. نه از خدا میترسن، نه از ملت میترسن، نه از کسی. به هیچ کس هم باور اعتماد اینها ندارند و باورم نمیکنن، نه به ما، نه به شما، نه به ملت، نه به اسلام، نه به مثلا همون عقیده و همون دموکراسی، به هر چیزی، به هیچ چیز اینا اعتقاد و باوری ندارند. هدف اینا فقط رضایت این ملت، کشتن این ملت، زندان کردن این ملت، نابود کردن این ملت. وگرنه از سال 1990 تا این جانی یک بهبودی بگه که در تاجیکستان اومده است که ملت نفس خشک کشیدگی است. برق مگر دادن؟ با آب نوشیدنی مردم تامین کردن که آب نوشیدنی بهترش در تاجیکستان است. تامین کردن؟ نکردن. با چی چیز؟ یک چیز بگه که با جای کار مردم تامین کردن، معاش مردم در اون حد رساندن که مردم پول بازنشستگان و پنسیه را بالا بردن، مگر که یک موسفید ما بتونه امروز حد امکان از روسیه از فرزنداش نطلبه با پول بازنشستش بخره. بله. یک نمونه شب بیاره که مثلا این همین گونه این همین ساحه را همین پیش برده. خب یک ساحه شب میشه و گفت که پیش برده است. ساحه جهالت، ساحه بدمعاشی، ساحه فاحشه‌گرایی و این ساحه پیشرفت کرده است. دیسکوتک در تاجیکستان به اوجش مثلا تعدادش گم شده است. فاحشه‌گرایی امروز دوشنبه دبی دوم به شما رفته می شود. فاحشه‌های امروزه دخترای تاجیک در مالزیا و در دبی در فلان جا فروخته میشن. در این جهت ما پیشرفت کردیم. امروز ملاگران و بلاگران امروز در جهان فاحشه را تبلیغ میکنن هر روز. این